وای 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 وای، خسته نباشید. شما چگونه انسان هستید؟ ها؟ با من فهموده میتوانید شما چگونه انسان هستید که به اینجا اومده باز منگل مونده گوشت میپزید؟ به خدا من به شما حیرانم. های برادر، مگر تو نگهبان نیستی؟ جویا در کجا است؟ تو کار نداری که در اینجا نشسته ای؟ حوله آتاخان در اونجا قریب دخترش رو بوغی کرده میکشت. تو چی تنها آدمان رو از نزدیک دروازه سور کرده میتوانی و خلاص قبر کرد؟ شما چی خانم بیزه؟ ها؟ ابله مادرزاد، تو در اینجا چی کار میکنی؟ 5 دقیقه پیشتر چشمانت رو از چشمانی من نمیکندی، مثل که در دنیا ضربه از همه سخت رو از من خورده باشی. ها؟ تو چرا در اینجا براحت نشسته ای؟ سرزده؟ دیوانه ای؟ میدونی در خونه چی گپ شد؟ میدونی تمامی دنیا چپگردان شد. تو باشی در اینجا نشستم منگل مونده ششلیک پخته ایستاده ای بی عقل. شاید در سرخونتون رو برده به حجره من میگذاشتین، من به شما خدمت میکردم. با ما همراه شوید. خاموش. اول اینکه من گوش نمیخورم، دوم اینکه مگر من کسی هستم که با تو سر یک میز میشینم؟ یا تو مگر با من سر یک میز نشسته میتوانی؟ بی فراست، بی تربیه. بشین با من نگر. تا سحر تمامی چیز و چورت را جمع کرده خانه را خالی کن. خاله من می آید. مرا فهمیدید؟ من به شما گفته بودم که دنیایتان را تنگ میکنم. این حالا آغاز است. دعا کنید که من غضبناک نباشم. دعا کنید. جین زند، به خدا که بیزار شدم، دیگر طاقت ندارم.